که خیلی سوال میکنین در مورد شوری کود مرغ که کود مرغ شوره. کود مرغ اگر فراوری نشه 100% شوره. من به شما قولم میدم شوره، هیچ بحثی روی این نیست. ولی شوری با سدیم فرق میکنه. ایسی با سدیم فرق میکنه. شما نگاه کن، باید کود مرغیت سدیم بالایی نباید داشته. شوری تو املاح موجود در کود، شما یک سری شوری داری، شاید خود کودای شیمیایی هم این شوری رو داره، میدونین؟ ولی کسی نمیاد بگه کودای شیمیایی شوره. کود مرغی اگر سدیمش بالا باشه میتونه آسیب برسونه، میتونه این نمکش اذیت بکنه. اگر فراوری بشه اصلا نمیتونه شوری داشته باشه. یکی از مهمترین کارهایی که ما داریم میکنیم اینه که این کودا فراوری بشه. اگر کود بتونیم فراوری بکنیم، قاعدتاً بزرگترین مشکل کشاورز شوریه. این شوری از بین رفته. همشون هم میگن آقا کود مرغ شوره، بعد میاد خامش رو میبره استفاده میکنه، میزن در جا گاز آمونیاکی که داره خود کود مرغی تازه باعث زرد شدن گیاهش میشه. بعد به اصطلاح خودشون میگن کودای مرغی میسوزونه. اصلا همچین چیزی نداریم. شما اگر کود مرغی رو به خوبی فراوری کنی و بتونی درست اینو ازش استفاده کنی و پلیت کنی، به هیچ عنوان ما شوری نداریم. پس نگران شوری کود مرغ اصلا نباشید.